ман хондам ки муҳаммад охирин паёнбар аст. чаро таъкид шудааст ки ӯ охирин ва ниҳоӣ аст? پس سوال اول این است که چرا من تأکید میکنم که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است؟ نه تنها من تأکید میکنم بلکه ویده ها نیز تأکید میکنند، قرآن ها تأکید میکنند، کتاب مقدس تأکید میکند، اینچنین قرآن و دیگر کتاب ها. ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. محمد پدر هیچ یکی از مردان شما نیست، بلکه او فرستاده الله و خاتم پیامبران است. چیزی که در قرآن در سوره احزاب سوره 33 در آیت 40 آمده است که این پیامبر آخرین است. پس خداوند متعال میداند و اگر میخواست پیامبر دیگر فرستد هرگز نمیگفت که این آخرین پیامبر است. و از بس که خود او در این باره ذکر کرده است من با آن باوری کامل دارم. از این رو الله تصمیم گرفت که 1400 سال پیش انسانیت برای درک قرآن آماده بود و بعداً آخرین رسول خود پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم و آخرین کتاب قرآن کریم را فرستاد.